یه افسانه برای حمایت از جنگل و طبیعت. یکی از افسانه‌های قدیمی ژاپن درباره ارواح جنگله. در جنگل‌های ژاپن ارواح کامی به نام کوداما در درختان زندگی می‌کردند. دختری به نام آکیکو در جنگل گم شده بود و اون ارواح کوداما راهنماییش می‌کنن تا اینکه بتونه از جنگل بیاد بیرون و برای مهربانیش بهش یک گل جادویی میدن. با استفاده از اون گل آکیکو احساس شادی بیشتری می‌کرد و زندگی خودش رو از اون به بعد با شادی بیشتری گذرون، ولی هیچ وقت جای اون جنگل رو برای کسی فاش نکرد تا اینکه کسی نتونه بره به اون جنگل و بخواد بی‌احترامی بکنه یا اینکه به طبیعت آسیب بزنه. ولی خودش هر بهار میرفت به اون جنگل و از ارواح کوداما بابت هدیهشون تشکر میکرد و درختایی که شاخه‌هاشون شکسته بود رو ترمیم میکرد و کلاً به درخت‌ها آب میداد و یه جورایی به طبیعت احترام میذاشت. بعد از گذشت سالها یه سری چوب بر به اون روستا میان و میخوان از این جنگل چوب جمع کنن و درخت‌ها رو قطع کنن. آکیکو اونجایی که به این جنگل خیلی وابسته بوده میره داخل جنگل و از ارواح جنگل میخواد که برای اولین بار خودشون رو نشون بدن و این چوب برها رو به قلب جنگل میکشونن در شب و تاریکی و ارواح جنگل میان بیرون و با اون ظاهر درخشانشون خودشون رو نشون میدن و با صدای خیلی بلند و نعره زنان فریاد میکشن که اینجا خونه ماست و این جنگل رو نابود نکنید. از اینجا برید اگر میخواید زنده بمونید و هرگز برنگردید. اون چوب برها هم میرن و حتی به بقیه افراد هم میگن که این جنگل مقدسیه و هرگز نباید به اینجا بی‌احترامی بشه و چوب‌هاش و درختاش قطع بشن. داستان خیلی جالبیه. اگه روش یه مقدار مانور بدید، فکر کنید، متوجه میشید که چرا یه همچین افسانه‌ای به وجود اومده. خیلی باحاله. ولی مسئله اینجاست که آکیکو، همین دختری که گم شده بود داخل جنگل، در ادامه میره و اون گل رو داخل همون جنگل دوباره میکاره تا اینکه قدرت جادویش دوباره به جنگل برگرده و خیلی‌ها میگن بعد از مرگش هم روحش تبدیل به یکی از کوداماهایی شد که داخل همین جنگل زندگی میکرد. اگه از این سری از افسانه‌ها و داستان‌های فانتزی خوشتون میاد حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. A Kodama. I never thought I'd see one of them here. He's a tree spirit. He brings good luck. It's a sign this forest is healthy. Hey, little fellow, are you showing us the way or just getting us more lost?